یک دوست ما در ترجمه قرآن آمده بود، 13 سال در پیری و مریدی تیر کرده بود، پایای پیری خود لیسیده بود. وقتی که آمد در یک ترجمه قرآن کریم، الله هدایت کرد، چه دعاها را یاد گرفتم. و یک روز رفت قرار در دکانه که خود چیشت، مریدای دیگه خبر شد که فلانی خان خود پیر اعلا کرده، پیشش میره یکیش، او کسی بوده که 16 سال در خدمت تیر کرده بود. برش گفته که خو چرا تو خبرم شدیم که در ترجمه فلانی نفرم رفته ای، تو چرا این کار کردی؟ ای برش میگه بیا چای بخور، باز بعد از او گپ میزنیم. چای که خورده برش گفته خو چند سال میشه که اونجا در پیش پیر صاحب رفتی؟ گفت 16 سال. گفت یک دعا را برام بگو که رسول الله او دعا را گفته باشه. انگامی که داخل در مسجد میشی، مرید صاحب دیگه عرقا پایین میشه سرش، خود نان خوردن دعایش بگو. داخل که در تشناب میشه میره دعا بگو برام. از خانه بیرون میشی، در خانه درون میشی، داخل بازار میشی، در موتر بالا میشی، بگو برام. این بیچارگک خود دیگه چیزا یاد نگرفته بود، خدا شور دادن دیگه کجا یاد گرفته بود؟ برش گفته سعی که اومد در یک روز ترجمه رفتیم چند دانه دعا را یاد گرفتیم. خب از این که در گپ خطرناک دیگه است. گفت کدام است؟ گفت پیر صاحب تمام عمر ما را نعوذ بالله از دین کشیده. گفت چی میگی؟ گفت کدام ذکر میکردیم؟ موتو لا موجود الا هو، لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو، موجود نیست غیر از الله، موجود نیست غیر از. پیش سوال کرده نعوذ بالله امی سگ وجود داره یا نداره؟ این خنزیر وجود داره یا نه؟ تو وجود داری یا نه؟ گفت بله. گفت اونجا خب ما را میگفت که هر موجود میبینی این موجود نیست. این موجود کیست؟ بگو این کیست؟ الله. سگم دیدی الله است، خنزیرم دیدی الله است، نعوذ بالله نعوذ بالله. این فعلا همی اسکار است، همی اسکار میشه نمیشه؟ او مردکه یک دفعه وار خطا شده. برش گفته که نه پیربای جان، یک دفعه اول پیش یک عالم برو سوال برش بکو که این ذکر صحیح است یا نه و کدام معنا داره. بعد از او بگو که همین ذکر از رسول الله منقول است یا نه. او مردکه رفته در پیش کدام عالم گفته که لا موجود الا هو چی معنا داره مولوی صاحب؟ و برش گفته که موجود نیست غیر از الله، یعنی هر چیز که میبینی الله هست. خب همین معنا را میده؟ بله. خب باز گفته که همین ذکر از پیغمبر نقل شده؟ گفت نه پیغمبری طوری ذکر ما تالی رو ندیده. پس آمده برش گفته که راست گفتی، الله تو را اجر بده. سالها مردم در گمراهی و با چی عقیده حلول. این عقیده چی میگه؟ میگه وحدت الوجود. چی میگه؟ وحدت الوجود. وجود یکی است، او هم از کی است؟ از تنها الله است. باز میگه الا هو ضمیر است. در فرعون هم راجع میشه. در کی راجع میشه؟ به فرعون هم راجع میشه، به ابلیس هم راجع میشه. كي ندرك بالهدي الحقا، كي ندرك بالهدي